صبح 18 مای سال روان در مرکز مأموری ولایت خطلان شهر بختر 18مین مسابقه دوی ملی و ماراتون ولوسپدرانی با اشتراک وسیع اهالی، کارمندان تشکیلات اداره‌ها و ورزشکاران برگزار گردید. چورابنی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلان از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت خطلان تشکیل راه اندازی شده، هدف آن ترغیب طرز حیات سالم عنوان شد. در مرکز مأموری ولایت خطلان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مسابقه ولوماراتون برگزار گردید. امروز تمام ساکنان، کارمندان تشکیلات اداره‌ها، پیر و برنا همه یکدلانه با روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی در گلگشت پرچم دولتی جمع آمدند تا در مسابقه اشتراک نمایند. امروز آنها با یک قدم، با یک نفس، با یک دو طرز حیات سالم را انتخاب نمودند. در آغاز چورابنی معاون رئیس ولایت خطلان انصورت عبدالسلامزاده برآمد نموده از نام رئیس ولایت خطلان داوطعلی سعید اشتراکچیان چورابنی مذکور را با افتخار 18مین سالگرد برگزاری دوی ملی تبریک نموده. برگزاری دوی ملی و چنین نوع چورابنی ها را در سمت تحکیم صحتی عامه، بلند برداشتن سطح خودشناسی و خودآگاهی جوانان و گسترش فرهنگ ورزش در جامعه مهم ارزیابی نمودند. مسابقه از میدان اسماعیل سامانی آغاز یافته. در آن 10 نفر ساکنان شهر از جمله نورسان، جوانان، بانوان و کلانساران اشتراک ورزیدند. اشتراکچیان در مسافه های گوناگون خود آزمایی نموده فضای شاد و مساعد ورزشی را به وجود آوردند. قسم دوم چورابنی ماراتون ولوسپدرانی نیز با جلب وسیع جوانان برگزار گردید. من دسمت و مکرمه دانشجوی کالج طبی دولت شهر بختر هستم. امروز در ماراتون دوی ملی اشتراک نموده سزاوار جای سوم گشتم و من میخواهم که در آینده این گونه مسابقه ها بسیارتر شود و کوشش میکنم که یک از ورزشگر بهترین شوند. مسابقه در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی دایر گردیده همه ساله یکشنبه 3 ماه می در سراسر کشور دایر میگردد. امسال این روز در 18 می موافقت کرده 18مین دوی ملی در تاجیکستان به حساب می رود که در شهر بختر 25000 نفر را در فضای صلح و دوستی به هم آورد. یادآور می‌شویم که روز جوانان تاجیکستان همه ساله 23 می جشن گرفته می شود و دوی ملی یکی از معرکه‌های مرکزی این جشنواره محسوب یافته در سطح جمهوری و محلی دایر می‌گردد. در انتهای چورابنی اشتراکچیان فعال مسابقه با سپاسنامه‌ها و تحفه‌ها از نام رئیس ولایت خطلان داوطعلی سعید و مبلغ‌های پولی از نام رئیس شهر بختر قدردانی کرده شدند.